یک شهروند تاجیکستان در مرز روسیه با قزاقستان با اتهام کوشش به خارج روسیه بردن 297 سر لباس حربی دستگیر کردند. تلگرام کانال به مقامات قدرتی روسیه نزدیک مشق روز 7 مارس سال 2024 با نشر این خبر نوشت که سر و لباس حربی از این زاده تاجیکستان گرفته شده برای 2 روته سربازان کفایت میکند. بنا به اطلاع مشق، پرویز غنیف 46 ساله را در گذرگاه اورسک در ولایت اورنبورگ منع کردند. هنگام کوفتکوب از ماشین تمغه ولوو که پرویز غنیف با آن ترک روسیه میکرد در داخل سالن و بردون ماشین مرزبانان روس 297 سر پلاش و دیگر تجهیزات و سر و لباس محافظتی ارتشی را پیدا کردند. این لباس‌های حربی را که از پرویز غنیف پیدا کردند بر روی خط مال و فناوری‌های تعینات دوگانه که با هدف حربی نیز میتوانند استفاده شوند شامل شدند. از روسیه به خارج برآوردن این نوع محصولات قطعاً منع کرده شده است. مقامات روسیه نظارت را بر کوشش‌های به خارج بردن مال و محصولات حربی بعد شروع جنگ ضد اوکراین سخت کردند. اکنون پرویز غنیف را به جای فایده هنگفت از فروش این سر و لباس حکم سنگین در پیش است، تاکید کرده است مشق. تفصیلات دیگر قضیه معلوم نیست. خود پرویز غنیف برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیست، ولی به احتمال غالب او این سر و لباس حربی را با خواهش یگان نفری که به تامینات قوه‌های مسلح تاجیکستان مشغول است برای یگان واحد ارتش تاجیکستان می‌برد. تامینات قوه‌های مسلح تاجیکستان اساساً به اگنتی دولتی خریدهای مخصوص یک نیاد وابسته به حکومت تاجیکستان واگذار کرده شده است. تسلیحات ارتش تاجیکستان و من طور سر و لباس عسکران و افسران تاجیک تا حال اساساً از روسیه آورده می شود.